دوستای عزیزم سلام. امروز میریم سراغ یه درام معمایی و رازآلود به اسم استوکر. به کانال فیلم بین خوش اومدید. اول فیلم یه دختر جوون به اسم ایندیا رو میبینیم که کنار یه علفزار وایساده. اون از احساساتش حرف میزنه. میگه کمربند پدرش، لباس مادرش و کفشای عموش رو پوشیده و برای چیزی که بهش تبدیل شده مقصر نیست. فیلم به گذشته میره. روز تولد 18 سالگی ایندیاست و اون توی جنگل دنبال کادوی تولدش میگرده. اما امسال برخلاف همیشه فقط یک کلید توی جعبه هست. کیک تولدش توی خونه منتظره، اما خبر مرگ پدرش توی یه تصادف همه چیز رو به هم میریزه. اون به پدرش خیلی وابسته بوده و از مرگش ناراحته. خدمتکارشون خانم مکگیریگ ازش میپرسه هدیه‌اش رو پیدا کرده یا نه. ایندیا میگه فقط یک کلید داخل جعبه پیدا کرده، اما خانم مکگیریگ نمیدونه کلید برای کجاست. ایندیا میفهمه کفشایی که تمام این سالها کادو میگرفته از طرف پدرش نبوده و شوکه میشه. اون توی مراسم پدرش با عموش چارلی آشنا میشه. ایندیا از اینکه کسی بهش دست بزنه متنفره. اون تمام کفشایی که هدیه گرفته بود رو نگه داشته. ایندیا یه شکارچی خوبه و پدرش تمام شکارهاش رو خوش کرده. ایندیا احساس خوبی به چارلی نداره. چارلی میره پیشش و بهش میگه قراره یه مدت اونجا بمونه. روز بعد ایندیا خانم مکگیریگ رو میبینه که داره توی انبار با چارلی بحث میکنه و میفهمه تمام این سالها پیرزن خبرهای خونه رو برای اون میفرستاده. اولین میخواد ایندیا رو با خودش ببره بیرون، اما اون قبول نمیکنه. اولین با چارلی میره بیرون. ایندیا میره توی اتاق چارلی، ساکش رو میگرده و یه جعبه درست شبیه کادوهای تولدش توی ساک پیدا میکنه. چارلی و اولین برمیگردن خونه. اولین سراغ خانم مکگیریگ رو میگیره، اما ایندیا میگه اونو ندیده. چارلی میخواد براشون آشپزی کنه. اولین مدام از چارلی تعریف میکنه و ایندیا رو عصبی میکنه. ایندیا میره تا بستنیا رو بذاره توی یخچال، اما متوجه چیزی که اونجاست نمیشه و سریع برمیگرده بالا. اونا سر میز شام با هم صحبت میکنن و میفهمیم ریچارد و اولین اوایل رابطه خوبی با هم داشتن، اما بعدها نسبت به هم سرد شده بودن. ایندیا رفتار خوبی با عموش نداره. اولین میره توی اتاقش. چارلی با ایندیا تنها میمونه و بهش شراب تعارف میکنه. ایندیا از عموش میپرسه چی ازش میخواد. چارلی میگه فقط میخواد باهاش دوست باشه، اما ایندیا میگه اونا فقط یه خانواده هن. روز بعد سر کلاس نقاشی پیتس مزاحم ایندیا میشه. بعد از مدرسه چارلی میاد دنبالش و همه رو مجذوب خودش میکنه، اما ایندیا با اتوبوس برمیگرده. چارلی تا خونه دنبال ایندیا میره، اما اون سوار نمیشه. چارلی مرتب سعی میکنه به دختر نزدیک بشه، اما ایندیا بهش توجه نمیکنه. یه روز که برمیگرده خونه میبینه مادرش داره به چارلی پیانو یاد میده و عصبی میشه. روز بعد عمه ریچارد میاد دیدنشون. اون میخواد چند روز پیش ایندیا بمونه، اما اولین خیلی از این موضوع خوشش نمیاد. چارلی کمربند ریچاردو بسته و ایندیا از دستش عصبانیه. عمه جین میخواد بعد از غذا با اولین در مورد چارلی صحبت کنه، اما اولین دوست نداره کسی توی زندگیش دخالت کنه. عمه جین وقت خداحافظی یواشکی شماره موبایلش رو به ایندیا میده. اون به هتلی که اسمش رو به چارلی گفته بود نمیره و توی مسافرخونه میمونه، اما یهو متوجه میشه موبایلش گم شده و میره بیرون تا زنگ بزنه. از اون طرف ایندیا میره پایین تا از یخچال بستنی برداره. یه دفعه جسد خانم مکگیریگ رو اونجا میبینه و شوکه میشه. اولین آرایش میکنه و میره پیش چارلی، اما اون توی اتاق نیست. عمه جین به خونه زنگ میزنه، اما هیچ کس توی ساختمون نیست. یهو چارلی میاد اونجا، موبایلش رو بهش میده و اونو با کمربند ریچارد خفه میکنه. اولین جعبه هدیه رو توی ساک چارلی پیدا میکنه. چارلی دوباره میره دنبال ایندیا. بچه‌ها مزاحم ایندیا میشن و میگن شنیدن که مادرش با عموش رابطه داره. ایندیا پیتس رو میزنه، اما ویپ نمیذاره درگیری بیشتر بشه. چارلی همه چیز رو میبینه. ایندیا مدام یاد جسد خانم مکگیریگ میفته و فکر میکنه چارلی اونو کشته. چارلی میاد پیشش و باهاش پیانو میزنه، اما ایندیا این بار مقاومت نمیکنه و اونو همراهی میکنه. چارلی بهش نزدیک میشه و اونو تحریک میکنه. شب ایندیا میشنوه که مادرش داره با چارلی حرف میزنه.
چارلی متوجه ایندیا میشه اما به روی خودش نمیاره. اولین از چارلی خوشش اومده و باهاش میرقصه. اون چارلی رو میبوسه. ایندیا اونا رو میبینه و چارلی متوجه میشه. ایندیا میره پیش ویپ و با هم میرن پارک. اونا همدیگر رو میبوسن. یه دفعه ایندیا لب ویپ رو گاز میگیره. اون میخواد بره خونه اما ویپ میخواد بهش تجاوز کنه. یه دفعه چارلی میرسه و ویپ رو با کمربند ریچارد میبنده. ایندیا ویپ رو میزنه اما یهو اون پاش رو میگیره. چارلی ویپ رو خفه میکنه. اونو توی جنگل دفن میکنن و یه سنگ بزرگ میذارن روش. ایندیا به عمه جین زنگ میزنه اما صدای موبایل از زیر زمین میاد و میفهمه چارلی عمه رو هم کشته. ایندیا برمیگرده خونه و میره حموم. اون با فکر کردن به قتل ویپ ارضا میشه. اولین منتظر چارلیه اما ایندیا میره پیشش. اون موهای مادرش رو شونه میکنه در صورتی که اولین هیچ وقت موهای اونو شونه نکرده. ایندیا به مادرش میگه اونو با چارلی دیده اما اولین اصلا متوجه اون نشده. ایندیا میگه این کار رو پدرش بهش یاد داده تا توی سکوت منتظر شکارش باشه. اولین از حرفهای دخترش میترسه. روز بعد وقتی ایندیا داره اتاق کار پدرش رو مرتب میکنه یک کشوی قفلدار اونجا میبینه. یهو یاد کلیدی که پیدا کرده میافته و کشو رو باز میکنه. یه اسلحه و یه جعبه توی کشوست. ایندیا کلی عکس از بچگی‌های پدرش و چارلی توی جعبه پیدا میکنه اما یه بچه دیگه به اسم جاناتان هم توی عکس‌ها هست. یه جعبه دیگه هم اونجاست و چند تا نامه که برای ایندیا فرستاده شده داخلشه. ایندیا پرده ها رو میکشه و نامه ها رو میخونه. اونا نامه هایی هستن که چارلی مرتب توی مناسبت های مختلف براش فرستاده و توی هر کدوم از جایی که رفته براش حرف زده. اما ایندیا هیچ وقت اونا رو ندیده. اون نامه ها رو برمیداره که بره پیش چارلی اما یهو میبینه تمام اونها از یه آسایشگاه براش فرستاده شدن. ایندیا به کلانتری زنگ میزنه اما چارلی رو میبینه و حرف نمیزنه. اون به چارلی میگه پدرش همون عینکی که اون میزنه رو داشته که همیشه میذاشته توی داشبورد ماشینش. ایندیا از چارلی میخواد از اونجا بره. چارلی میخواد در مورد اتفاقی که برای ریچارد افتاده بهش بگه اما ایندیا میخواد در مورد جاناتان بدونه. چارلی میگه ریچارد کاملا وابسته جاناتان بوده و به اون توجه نمیکرده. به خاطر همین یه روز که ریچارد حواسش نبوده چارلی جاناتان رو توی یه گودال دفن میکنه. اونا چارلی رو توی یه آسایشگاه بستری میکنن. ریچارد بعد از 20 سال به خونه پدری که وقف کرافورد کرده بودن میره چون چارلی میخواسته توی روز تولد ایندیا از اونجا ترخیص بشه. وسط راه سویچ یه ماشین دیگر رو به چارلی میده. بهش پول میده و میگه یه آپارتمان توی نیویورک براش گرفته. چارلی میخواسته بره خونه ریچارد تا ایندیا رو ببینه اما ریچارد بهش گفته نمیتونه اونو به خانواده‌اش نزدیک کنه. چارلی حالش بد میشه و از ماشین پیاده میشه. یه سنگ برمیداره و ریچارد رو میکشه. ایندیا چارلی رو میزنه و ازش میپرسه چرا برگشته. چارلی میگه منتظر تولد 18 سالگی ایندیا بوده تا به اون برسه و هر کاری کرده به خاطر اون بوده. چارلی جعبه‌ای که توی ساکش بود رو باز میکنه و یک کفش جدید به ایندیا هدیه میده. میخواد ایندیا رو ببوسه اما یهو کلانتر میرسه. کلانتر در مورد ویپ سوال میکنه. ایندیا میگه اونا با هم قدم زدن و بعد اون برگشته خونه. کلانتر ایندیا رو سوال پیچ میکنه و چارلی به کمکش میره. کلانتر وقت رفتن در مورد خانم مکگریک سوال میکنه اما ایندیا چیزی نمیگه. چارلی میخواد ایندیا رو با خودش ببره نیویورک و اون قبول میکنه. یه دفعه اولین اونا رو میبینه و شوکه میشه. اولین تمام وسایل ریچارد رو میسوزونه. اون از ایندیا متنفره چون تمام توجه ریچارد و حالا چارلی رو دزدیده. اون به چارلی میگه بره توی اتاقش. چارلی به ایندیا میگه وسایلش رو جمع کنه و میره پیش اولین. اون میخواد باهاش خداحافظی کنه اما اولین اجازه نمیده. اولین فهمیده که چارلی ریچارد و عمه جین رو کشته اما چارلی زیر بار نمیره. اولین به چارلی میگه اونو با خودش ببره اما دست از سر ایندیا برداره. چارلی بهش نزدیک میشه و اونو میبوسه. ایندیا مدارک خونه نیویورک رو از کیف چارلی برمیداره. یهو چارلی اولین رو میگیره و ایندیا رو صدا میکنه. ایندیا اسلحه‌اش رو برمیداره و بالاخره انتقام پدرش رو میگیره. صبح میشه. رد خون روی پارکت هاست و یه سنگ دیگه به حیاط اضافه شده. اولین روی تخت بیدار میشه و ایندیا از اونجا میره. پلیس جلوشو میگیره اما ایندیا کلانتر رو میزنه. میره توی علفزار و اونو میکشه.
امیدوارم از دیدن این فیلم لذت برده باشید. شما اگه جای ایندیا بودید چی کار میکردید؟ در آخر میخوام ازتون خواهش کنم که با لایک کردن، سابسکرایب کردن و کامنت گذاشتن از من حمایت کنید، چون برای ادامه کارم واقعا به حمایتتون نیاز دارم. راستی دکمه هایپ پایین ویدیوها رو فراموش نکنید تا ویدیو به افراد بیشتری ساجست بشه. مرسی که امروزم با من بودید.